بنان غالب و فوق که می باشد مؤمنین می باشد. حال مثلا کسایی را که ببینین خدا نصارا میگن ظاهر شبیه ریش خدا نه بروتا کل کردن، حتی هم پاپ شبیه های عیسی علیه السلام ریش بروتش کل بود، یعنی ظاهر شکی ببینی. و دیگه خنزیر میخورن، گوشت خنزیر. عیسی علیه السلام خنزیر خورده بود، استفاده کرده بود. و دیگه یارا ببینی عیسی حتی زنا را حلال کردن، میگه هیچ مشکل نداره. میگه پاپا و یا حکومت ها زنا را حلال کردن. اینا چیزی میگه حتی همجنسگرایی را پاپ سابق پاپ فرانسیس میگه مشکل نداره. آیا عیسی علیه السلام زنا و فحشا را اجازه میداد؟ یعنی که شما میگین که ما تابعدار عیسی علیه السلام هستیم. و دیگه ای که شما عیسی را اله میگین یا فرزند الله. عیسی علیه السلام گفته بود من فرزند الله هستم یا من شریک الله هستم و ما اله هستم، در ما اثر الوهیت است. نه، این کلش کفریات است که شما میکنین. یعنی شما نصرانی های چه قسم ادعا میکنین که ما تابعدار عیسی علیه السلام؟ بلند دروغ میگین، شما خائنه. بلکه مسلمان ها کدام کارهای نیکی که میکنن، این عیسی علیه السلام به این کارها خوشحال میشه.